بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده و صلاة و سلام من لا نبی بعده. اما بعد، بنده تصمیم گرفتم امروز در مسئله مهمی که در جامعه را فرا گرفته است، یک آفت، یک داغ روز برای مسلمان ها شده است، با شما عزیزان دل صحبت داشته باشیم. موضوع امروز من و شما یعنی مشورت کردن، مصلحت پرسیدن در مسئله چی خانوادگی باشد، چی مسئله دوستی باشد، چی مسئله تجارت باشد، چی مسئله کار باشد. در هر طریق زندگی باید مسلمان با مشورت باشد با دوستان خود، با رفیقان خود، که در اون کاری که اون میخواهد مشورت بپرسد، اون دوست او یک جایگاه خوبی رو برخوردار باشد. این منظره را الله متعال برای من و شما زیبا بیان میکند. خواستم از قرآن این منظره را عزیزان به شما بیان کنم. پیش از آغاز صحبت از یک و یک شما برادران، خواهران عزیز، شاید که این صوتی که بنده به شما میکنیم به شما مهم نباشد، لیکن بسیار از برادران و خواهران ده هستند به این مشکلات. به همین خاطر به یار و دوستان خود این صوت را روان کنید. اگر از بین آنها یک برادرم، یک خواهرم راه درست را در مشورت کردن طبق شریعت بیاموزد، این یک نعمت بزرگی هست برای من و شما. الله مهربان در کلام پاک خود، قرآن که کتاب زندگی مسلمان است، در سوره آل عمران آیه 159 در الله مهربان زیبا بیان میکند: استعیذ بالله: فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله زیبا بیان میکند عزیزان دل. باور کنید قرآن کلام پاک الله است، با فصاحت برای من و شما زیبا بیان میکند. الله میگه در این آیه مبارک: پس بدرسی که رحمت الله شامل حال تو یا رسول الله و اصحاب تو گشت، لنت لهم، یعنی که رحمت الله شامل حال پیامبر و اصحاب پیامبر گشت. در دوام الله میگه که ولو کنت فظا غلیظ القلب، یا رسول الله اگر باشد دلت سخت باشد، دل شما نرم و ملایم نباشد، لانفضوا من حولک، بدرسی که صحابه از گرد شما پراکنده میشوند، یعنی از گرد تو یا رسول الله اینها پراکنده میشوند. عزیزان دل، اگر این آیه مبارکه موضوع کلان را در بر میگیرد هر نقطش، لیکن درس من و شما، صحبت من و شما در بیان مشورت کردن است، مختصر میگذاریم. یعنی عزیزان دل، یک نقطه بیان کنم که پیامبر الله میگوید که اگر دلت سخت باشد، نرم نباشد، صحابه از اطراف تو پراکنده میشود. امروز هم اگر هر برادر، هر خواهر که وقتی دل نرم، محبتی الله، محبت پیامبر در دل نداشته باشد، قلب غلیظ داشته باشد، قلب ناخوب داشته باشد، اگر چند زبان با خوش آوازی و با صحبت شیرین هم کند، کمی انسان ها قی او زندگی کنند، بدرفتاری و بدکرداری او الکی نمایان میشد. به خاطر که اصل انسان این قلب شد. اون قلب انسان چگونه که باشد، عمل جوارح الکی اون درون نشان میدهند. به همین خاطر
پیامبر خطاب قرار داده الله. در اون چی میگه؟ وعفو عنهم. الله متعال میگه از اونها در بگذر. یعنی که کارهایی که بین تو بین اصحابت غلطیده است، شاید یگان گپی ناخوبت گفتن نسبت خودت یا رسول الله، اونها را ببخش، اونها در بگذر. امروز درگذری از من شما را بید دگیجا برادر خچه بخشیدن میتونن. حتی میگوی اگر همو برادر، اگر شما بگناه هم که باشید تا همو را ببخش، غیرت بخشیدن نداره. بخشیدن هم عزیزان دل این غیرت در کار. مسلمان واقع همیشه میبخشه که الله نگاه کرد میگه پیامبر که ببخشد و استغفر لهم و طلب مغفرت که برای اونها یا رسول الله. یعنی اونها گناهایی که کردن که بین الله و بین بنده هست، برای اونها طلب استغفار کن. و شاورهم فی الامر، و در کارها با اونها مشورت بگی یا رسول الله. الله نگاه کن که موضوع من شما. فاذا عزمت، پس وقتی که مشورت کردی الکی که گپ تو یک تشید، یعنی که مشورت که گپ تو پخت، گپ یک تا کشید، فتوکل علی الله، پس توکل تا به الله کن. یعنی که با اونها مشورت کردی گپ همه تو یک کشید، پس توکل تا به الله کن. ان الله لا یحب المتوکلین، بدرستی که الله متعال توکل کننده ها را دوست می‌دارد. عزیزان دل، این منظره قرآن نگاه که زیبا بیان میکند. اکنون بیا کمی که پیامبر چگونه مشورت میکرد بعداً توکل میکرد با شما عزیزان دل صحبت داشته باشیم تا که زیبا شود. از این آیات مفسران میگویند اگر شما نظر کنید چی در جنگ بدر پیامبر مشورت میکرد با اصحاب خود و چی در جنگ احزاب میدونید که مشورت کرد و سلمان رضی الله عنه با پیامبر مشورت داد که خندق کندند. در همه کارها بسیار پیامبر مشورت میکرد با اصحاب خود. حتی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر این آیات میگوید که این آیات دلالت به اون میکند با پیامبر که در کارها با ابوبکر و عمر رضی الله عنه مشورت کنند. حتی ابوبکر و عمر رضی الله عنه وقتی که در کاری که توافق میافتند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با طبقی که اونها میکردند میگفتند، پیامبر عمل میکرد. به همین خاطر وقتی که از قرآن عزیزان دل وقتی میبینیم که الله من شما را توصیه به مشورت میکند، امروز من شما برای این چیز بسیار محتاج هستیم، برای من شما بسیار ضروری است. بسیار از برادرها، بسیار از خواهرها به این مشکلات گرفتار هستند. الله دانا است. شما را منظره دیگری را بیان میکنم، شما عزیزان دل نظر کنید. وقتی که عایشه مادرمون تهمت به زنا کردن، قصهش سوره نور نظر کنید، قصه طولانی را الله در اونجا آیه قرآن اومدگی است و حدیث های پیامبر. در اون تهمتی که به عایشه مادرمون کردن منافقا، حتی بعض مسلمان ها در این تهمت گرفتار شدند، لکن پیامبر درو عزم نگرفت، یعنی درو عایشه را دست به طلاق دادن یا به مثل امروزه ما جاهلا وره اون را لط کوب نکرد، دشنام نداد، از در بیرون نکرد، به حال خود گذاشت. از بعض صحابه، از اسامه بن زید رضی الله عنه مشورت میپرسید که در حق عایشه چی میگویی که چیزی که مردم میگن؟ اون در جواب میگه یا رسول الله جز نیکی چیزی ما از عایشه ندیدیم، یعنی زن پاک دامن است، دختر پاک دامن است. پیامبر با چند کسا مشورت کرد، اون کسای قطعی مشورت میکرد، اونها میگفتن یا رسول الله جز نیکی ما چیزی ندیدیم. و پیامبر به یک زیباگی وقتی نزد عایشه داخل شد گفت یا عایشه اگر تو بر همین گناه داده باشی، یعنی همین کار انجام داده باشی، به سوی الله طلب استغفار کن. نگاه کنید عزیزان دل، پیامبر در این حالت مشکلی که منافقا این تهمت به پیامبر چکو کردن روان دیدن، این تهمت بالای پیامبر وردن، اونقدر به پیامبر این حالتا مشکل میگذشت که امروز با بعض جوانان اگر این مشکلات بیاید به چون چیکارو دست میزنند. لکن نگاه کنید که در همون تا کارهای مشکل پیامبر مشورت میکرد.
امروز هم عزیزان دل باید من شما مشورت کنیم. امروز هم باید من شما عزیزان دل وقتی که میخواهیم جوانی میخواه که اویله برپا کنه، به خانه یک دختری که خواستگاری روان کنه، به انسانهایی که از اون شعور خوب دارن، فهم خوب زندگی را دارن مصلحت پرسه، مشورت کنه که در همین باره شما با ما چی میگی. یا خواهری که امروز میخواه زندگی را برپا کنه باید که مشورت پرسه از یک زنی که در زندگی جایگاه خوب داره. امروز بسیار از برادرها، بسیار از خواهرها مشورت نکردن، آمده به مشکلات گرفته شده. بعد این مشورت نگاه که الله میگه که اگر شما مشورت که علاقه گپ تو یک کشید بعدا توکل به الله کنید. حتی یک اعرابی نزد پیامبر اومد گفت یا رسول الله من شتر خودم را همیت رها کنم توکل به الله کنم یا که او را بسته کنم بعدا توکل به الله کنم. اون پیامبر بزرگ گفت که شتر خود را بسته کن بعدا توکل به الله کن. شتر را بسته کن بعدا توکل به الله کن. به همین خاطر مفسر قرآن امام رازی رحمت الله علیه، فخر الرازی رحمت الله علیه زیبا بیان میکنند، میگوید که انسان نه که توکل به الله کنه و عزم ظاهری رو یک سو بگذارد، یعنی که مشورت نکرده برادران اهل اسلام در یک کار و در یک تجارت و در یک زندگی، وقتی که گرفتاری بلا شدی بعدا بگوی که تقدیر ما همه به دست توکلش به الله. عزیزان دل، اولا باید شما مشورت میپرسید، اولا باید این بالای شما این مشکلاتی که آمده بود با انسان‌های با عقل و با ایمان مشورت میگرفته و رای حلش به شما بیان میکردن، شما بعدا توکل به الله میکرده، نه اینکه از پیش خود هر کاری که اومد او را انجام بده و بعدا بگی توکل به الله. این کار شما جاهلی و بیسوادی شما را آشکار میکنند. به همین خاطر امروز بعض زنها در همین آفت گرفتار شدند که در ملک غریبی وقت میآیند شوهر ندارند. بعض مردای ناباک، بعض مردایی که به توفیق اونها را فریب کرده در نکاح خود می‌دارند، کمی معیشت کرده و اونها را در نیمراه گذاشته چیکار میکنند؟ از اونها دور میشوند. به چه خاطر؟ به خاطر که این زنها مشورت نمیکنند. عزیزان دل، اینجا یک نقطه مهمی هست که میخواهم به شما بیان کنم، این است که شاید در فکر شما بیاید که بیا ما یک مشورت کنم، لیکن رفته از اون انسان ما اگر پرسان کنم او به ما مشورت میدهد و این خبر من به سختی جواب میگوید و شاید به مردم بگوید و همین سبب میشود مشورت نمیکنید. لیکن فراموش نکنید که شما از اون پرسان نمیکنید، لیکن آفت یک فتنه کلانی را به سر خود میارید. شما اگر رفته و از اون پرسان میکردید، اگر چند او به شما سختم گپ زند، اگر چند اون گپ شما را به یک کسی دیگه هم بگوید، لیکن به یک کوتاهی شما از این فتنه رها میآیید. لیکن وقتی که به مشورت، به مصلحت یک آدمای با فهم این کار را میکنید، شما ماها و سالها در این فتنه گرفتار میشوید. انشاءالله فکر میکنم که صحبت ما بنده حقیر برای شما فهما شده باشه و کوشش کنید که این صوت بنده را به دوستان و به جامعه مسلمان ها این را روان کنید تا که اونها راه حل این مشکلات های خود را پیدا کنند. الله متعال همه من شما را برای راست هدایت بکند. آمین.